سلام بچه‌ها، اسمم ملیکاست. به ویدیوی من خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه وسایلی که تو این مدت گرفتم و آنباکس کنیم، از لوازم آرایشی و بهداشتی گرفته تا لباس. اول از همه با چیزایی شروع میکنم که توی آرایشم نصف نیمه گذاشتم، برای اینکه توی این مدت خریدمشون و خواستم که توی دوربین آنباکس کنم و با هم دیگه تستشون کنیم. اولین آیتم ریمل ابروی گابرینیه که از یه فروشگاه محلی گرفتم. خیلی خوشگله پکیجینگش. بریم ببینیم که خود ریمل چطوریه. من اینو میخواستم از سایت ها بگیرم و چون خیلی لازمش داشتم دیگه تو هم فروشگاه دیدم خریدم، ولی نظراتو که خونده بودم همه مثبت بودن. دوتا آیتم بعدی که میخوام بهتون نشون بدم ریمل و بالم لبه که از وبسایت روژال سفارش دادم و همین امروز رسید به دستم. حالا بریم با هم امتحانشون کنیم ببینیم که چطوره. این خریدای من از روژال. اول از همه همین بالم لب بیولو امتحانش میکنم که ببینم چطوره. از این رنگای چری و اینا توقع دارم که یه ته رنگ قرمز صورتی به لب بدن. واقعا سخته. بوشکه خیلی خوبه، قشنگ بوی همون چریو میده. همطور که گفته بودم یه رنگ قرمز خیلی طبیعی و خوشگلی هم به لبم داد. آیتم بعدی میخوام این ریمل رو باز کنم. تا حالا امتحانش نکردم، ولی همطور که قبلا هم گفتم عاشق امتحان کردن چیزای جدیدم و حتی از یه چیز خیلی راضیم. دوست دارم دفعه بعدی که میخرم چیز جدید بخرم. اینم برام جدیده. ریمل لشاپ کلیک نوت. اینم با هم دیگه تست کنیم ببینیم که چطوریه، چون الانم ریمل نزدم من. چه خوش رنگ و خفنه. کلیک اند گو نوشته روش. بریم امتحانش کنیم ببینیم چجوریه. امیدوارم که خوب باشه، چون با کلیک کردن باز میشه. وای اینجاش هم چرا خوشگله. برچشم ببینید. درش خیلی باحال باز و بسته میشه. موجه ها رو خوب جدا کرد و بلند هم کرد تقریبا. پکیجینگش رو خیلی خوش آمد و مدل باز و بسته شدن درش که این شکلیه. خیلی جالبه، تا حالا ندیده بودم این شکلی. دیدم بغل این ریمل ابروه چه ترکیب باحالی شد. ریمل رو که داشتم باز میکردم، شاید این دوتا هم دیده باشین، اینا خط چشمای مویی مای هستن که من اصلا نمیتونم با خط چشم مویی کار کنم، ولی مامانم و خواهرم عاشق اینن و برای هر کدومشون یه دونه گرفتم. اگه با خط چشم مویی کار میکنید اینا خیلی خوبه.
مورد بعدی که میخوام نشونتون بدم این آبرسان سیمپل مدل لایت که مناسب پوستای چرب و مختلطه که من تعریفش رو خیلی شنیدم. من چند وقتی که پوستم خیلی خشک میشه، با اینکه پوستم چربه ولی اینجا هم قشنگ پوست میشه. بنابراین دنبال یه آبرسان خوب میگشتم و اینو هر جا تو هر پیج و سایتی که نظراتشو خوندم همه مثبت بودن، ولی اینم چون بیرون بودم و سر راهم دیدم اینم از یه فروشگاه محلی گرفتم. آیتم بعدی هم این دوتا بیوتی بلندر هستن که اینا رو برای مامانم گرفتم. این خیلی خوبه، خیلی خفنه. نمبر پیش وسایل مامانم رو بچیم. این انقدر نرمه صورتیه، از اینجا بهش دست میزنی انگار که اسکویشیه. مورد بعدی میخوام این بادی اسپلش ها رو بو کنم ببینم که چطوریه. اوکی، یه ذره ازش ریخته به خاطر اینکه پستچیه، واقعا نمیدونم چی بگم. پستچیه بسته رو از اون ور در حیاط پرت کرد این ور حیاط. خیلی بده که این کارو میکنن، چون ممکنه آدم ظرف بخره، یه لیوان سفالی چیزی سفارش بده. اینو که من قبلا داشتم ازش و هر کسی که میومد میگفتش که این چیه تو زدی به خودت، چه ادکلونیه، چقدر بوی خوب میده. و من اینطوری بودم که این بادی اسپلش هست. آره دقیقا همون چیزیه که من مدت ها ازش استفاده کردم و خیلی خوبه. این یکی هم برای آبجیم گرفتم چون مطمئن بودم که از این قبلا داشت. مطمئن بودم که الان بو کنه از بوش خوشش میاد. همش یه بوی عطری خیلی خوبی داره این بادی اسپلش ها. من که خیلی خوشم میاد، با اینکه زیاد طرفدار رایحه‌های شیرین نیستم. دو تا آیتم آخری که از روژال گرفتم دو تا مامه از این مامای آمبرلا سری پیش که ازشون خرید کردم. دو تا رنگ یاسی و آبیشو گرفتم. آبی فیروزه‌ای بود فکر کنم. این دفعه از مدل مردونش سفارش دادم چون کلا اوت کلون و مام و اینا با رایحه‌های مردونه رو من خیلی دوست دارم. فکر می‌کنم بیشتر به سلیقه من میخوره. این خوبه واقعا، یه بوی تمیزی خنک خیلی جذابی داره، نه فقط مثلا مثل بوی مواد شوینده و اینا. بوش خوبه واقعا، یه عطری داره که به دل من میشینه. این مامم مدل بامبو و درخت چای دیپ سنس بدون الکل و پارابن برای خواهرم گرفتم. ازش پرسیدم که دوست داره چیزای جدید اونم امتحان کنه، گفتش که آره و برای همین براش گرفتم. اصلا نیاز نیست بازش کنم، از همینجا بوش داره میاد. بوی اینم خیلی خفنه، ولی حالا دیگه نمیدونم ماندگاریش و کارایی اصلی که باید داشته باشه چطوریه. از اون آمبرلا که واقعا راضی بودیم هر دوتامون سری پیش، یکی هم بوش فوق‌العاده است، خیلی خوبه. نمیدونم چجوری توصیف کنم، نمیدونم، بلد نیستم زیاد در مورد بوها نظر بدم، ولی بوی خیلی خوبی داره. خب بچه از اول ویدیو تا حالا شاید با خودتون فکر کرده باشین که چه ناخنای خوشگلی، چون نظر من اینه که چه ناخنای خوشگلی، ولی باید بهتون بگم که من چون نوازنده ناخن نمیکارم و اینا ناخن مصنوعی هستن که خیلی دوستشون دارم، خیلی خوبه. اینا رو از فروشگاه محلی گرفتم. این همینی که رو ناخونمه، یه سری محتویات دیگه هم داخلش بود که الان پیداش نمی کنم. مثلا از این چسب دو طرفه ها داخلش بود. بسته هاش کلن 12 تاییه، یعنی 12 تا ناخون داخلشه. این هم از همون برنده و این شکلیه که خیلی خوشگله، خیلی اینم دوستش دارم. من ناخونای اینطوری بلند و حتی بلندتر از اینو خیلی دوست دارم
ولی خب هیچ وقت نمیتونم دیگه اینطوری بکارم، بنابراین کاش به موقت هم کارم را میندازه. اینم 2 تا طرح دیگه از 2 تا برند دیگه که گرفتم. این هولوگرامی هم خیلی خوشگله به نظرم، فقط کاش اینطوری گلدونی و بلند بود. اینم یه سفید کوتاه‌تره، گرفتم که یکم تنوع داشته باشم، چون چند وقته که ناخن مصنوعی دوباره اوکی شده میاد تو بازار، ولی یه چند سالی بود واقعا من نمیدیدم ناخن مصنوعی، مخصوصا ناخن‌های خوشگل و با کیفیت. بعد الان که دیگه دیدم خریدم با یه چسب ناخن، با این چسبه میچسبونمش. وسط ویدیو مورد حمله نظامی قرار گرفتیم. بچه‌ها قبل از اینکه مورد آخر که این لباسه رو بهتون نشون بدم ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و اگر که نظری دارید خیلی خوشحال میشم که برام کامنت بذارید، کلی به من انرژی میده. مورد آخر این شلوار جینه است که خیلی دوستش دارم و هم رنگش رو خیلی دوست دارم، هم مدلش رو خیلی خوشم میاد. تا بی‌نهایت ادامه داره شلواره و بدم مامانم کوتاهش کنه، بنابراین پروش نمی کنم چون الان زیاد نمای جالبی نداره، مگر اینکه با کفش پاشنه بلند بپوشم یا بوت که تو خونه نمیتونم اینطوری نشونتون بدم. خیلی خوشم میاد ازش، خوشحالم که این خریدار داشتم. بچه جون مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید، امیدوارم که از این ویدیو کلی لذت برده باشین و ممنون میشم که چنل منو اگر که دوست داشتین به دوستاتونم معرفی کنین. مراقب خودتون باشین، بوس بهتون.